السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. موضوع صحبت امروزه ما مناسبت زبان شاهنامه به زبان تاجیکی و گویش های آن. قبلا هم ما در همین موضوع صحبت کرده بودیم. استاد عینی یک رساله نوشته بودند، فردوسی و شاهنامه او. در همه رساله درباره زبان شاهنامه و تاثیر آن به زبان تاجیکی نیز معلومات داده بودند. به نزدیکی در صحیفه های هفته‌نامه ادبیات و صنعت یک مقاله مرزای ملا احمد با عنوان شاهنامه و زبان گویش تاجیکی به چاپ رسید. این عالم هم آن تشبثی که استاد عینی در بابت تاثیر زبان فارسی به زبان تاجیکی و مناسبت شاهنامه به زبان فارسی و به زبان تاجیکی فکر و اندیشه های خود را بیان کرده است. در اول مقالهش مؤلف نوشته است: استاد عینی در اثر مذکور درباره فردوسی به شاهنامه او تنها با ذکر چند نمونه قناعت کرده تحقیق این مسئله را به فرصت مناسب دیگر موقوف می‌گذارد. از جمله در رساله واژه‌های زیرین که در زبان زنده تاجیکی استفاده می‌شوند با مثال‌ها از شاهنامه نشان داده شده‌اند: جوان مرد، کودک، نبیره، درمان، تندرستی، شوربخت، جنگ و جوش، ترقید، یول، درویه، رده، انگشت، اسپان، گرونج، یله، گله، سرنگونسار، تیز، ماندگی، فرتوت، مرد، گاو، پهلوان. در آن رساله استاد عینی همچنین کلمه و عباره های زیرین که در ادبیات امروزی ایران کار نمی فرمایند یا کم کار می فرمایند ذکر شده اند: آخور، بادرینگ، بدرگ، بسنده، بوز به معنای جوان، پیکار، پوده، تابه، تندر، جر، خویسک، خونابه، رونما، سره، شره، غرو، فتیر، کرته، کتف، لنج، ماندن، مرد، مریم، میتین، کوی، نرد، ره، شبه، ارعر. مؤلف مقاله به نمونه های آورده استاد عینی کلمه و تعبیرهای ریخته زیرین را علاوه کرده است: از قبیل بالین، بطر، بریان، بیگاه، بیهوده، پاده، پخته، زاغ، سرگین، فربه، کپتر یا کفتر، سر پیچیدن، سر خوریدن، کشتن چراغ، گوش مالیدن، لب گزیدن، لب خویدن، لب شستن، لینگ، موزه، اوریب، یارستن، یازیدن و غیره. واژه ها در استعمال تاجیکی و فارسی از جهت معنا فرق می کنند. مثلا کلمه صورت در فارسی معنای روی، در تاجیکی و شاهنامه معنای عکس را افاده می کند.
جهان سراسر پر از مهر توست، با ایوانها صورتی چهر توست. کلمه مکافات در زبان فارسی به معنای منفی جزا، اما در زبان تاجیکی و شاهنامه به معنای مثبتی پاداشت و تحفه استفاده می شود. برای شاه ایران شبی به سلاح، مکافات یابی به نیکی ز شاه. از سلسله کلمه های هم معنا یکی در زبان شاهنامه و تاجیکی، مثلا پاره در ترکیب کلمه های مرکب پاره خور، پاره گیر معمول باشد، در فارسی ریش و سر استعمال است. وگر پاره خواهی روانم تو راست، گر افغان کنم جان بدان کت هواست. از آن گشت دیدبان روشن روان، همه پاره دادند پیر و جوان. کلمه پخته که در زبان تاجیکی به سر استعمال بوده، با آن ده ها کلمه های ساخته و مرکب از قبیل پخته زار، پخته کار، پختگی، پختناک، سرپخته، پخته چین، پخته جلاب، عباره های پخته مهینخ، پخته مصری، پخته سفید و غیر ساخته شده اند. نیز در شاهنامه نمونه آن را مشاهده کردن ممکن است. چون شنگفر بر پخته سیم فام، بگسترد خورشید رخشنده دام. در زبان فارسی مرادف آن پنبه یا پنبه معمول است. مثل کلمه پخته کلمه های جوال، فربه، مانده، ماندگی، مانده شدن نیز در شاهنامه به کار برده شده است. بدو گفت کاه آرو اسبش بیمال، چو شانه نداری به پشمی جوال. شکم گشت فربی و تن شد گران، شد آن ارغوانی روخش زعفران. در زبان زنده امروزه تاجیکی کلمه و ترکیب های مانده، ماندگی، مانده شدن به جای فارسی خسته، خسته شدن بسا معمول است که در شاهنامه هم دچار آمد. فرود آمد و رخش را آب داد، هم از ماندگی چشم را خواب داد. فرود آمد و رخش را آب داد، هم از ماندگی چشم را خواب داد. در فصل زمستان در ده پدر و مادران به پسرها می فرمایند پسرم اسبت را یا گاوت را به چشمه برده آب داده بیار. معلوم می شود که تعبیر مالها را آب دادن 1000 سال قبل از زمان ما هم وجود داشته است که در شاهنامه فردوسی رخش را آب داد نوشته. معلوم می شود که همین قالب افاده با پسوند را نه با پیشوند به رخش آب دادن خصوصیت ریختگی پیدا کرده بوده است. شاید عباره ریخته چشمان را آب دادن به معنای به کسی با مراق بلند نگریستند در زمینی مال را آب دادن، باغ را آب دادن و غیره پیدا شده باشد. مؤلف مقاله از قبیل انگشت گزیدن، پشت دست خاییدن، بازار تیز کردن، به جای رسیدن، به خاک افکندن، به خواب در آمدن، به دل گفتن، به زانو نشستن، به یاد گرفتن، عباره های ریخته و ترکیب های فعلی بریان شدن، بس کردن، بیراه کردن، پیش کردن و غیره را از شاهنامه نمونه آورده است که امروز هم از گفتار مردم تاجیک به گوش می رسند. قیدهای دیگری مؤلف مقاله چنینند: فعلهای یارستن و یازیدن در زبان تاجیکی بخصوص در گویش های آن خیلی زیاد استفاده می شود.
در شاهنامه نیز فعلهای مذکور به نظر می رسند. همه موبدان سرفکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن بچون. به کردار نیکان یزدان پرست، بروید به پای و بیازم به دست. به اندیشه ما سبب محدود شدن کاربرد فعل یاریستن در زبان ادبی امروزی ما با تاثیر ترجمه متن اثرهای بدیعی و علمی روسی سر استعمال گردیدن فعل توانستن است. به مثل من میتوانم به نزدتان درآیم، من نمیتوانم به شما مدد کنم و غیره. فعل یازیدن در شاهنامه یکی از واژه‌های سر استعمال و سرمعنا بوده است. برای تفسیر معنای آن در فرهنگ زبان تاجیکی همه دلیل‌ها از زبان شاهنامه آورده شده. فعل‌های یازیدن، دست یازاندن و فرو یازیدن چنین شهر یافته است. یازیدن، دراز کردن به سوی چیزی، مثلا دست را. بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد به دیوان پست و تنگ. دست یازاندن به چیز، دست دراز کردن، مجازاً خاص کردن به چیزی. چو روزی به چیزت آید نیاز، به دست و به گنجی بخیلان میاز. خاص مکن، دست دراز مکن. به خون سیاووش بیازید دست، جهان به بیداد برکرد پست. بر آتش بنه خواسته هرچی هست، نگرد تا نیازی به یک چیز دست. فرو یازیدن، فرو کشیدن، دست دراز کردن به پایان، مجازاً به چیز آهنگ کردن، قصد و اراده کردن، میل نمودن. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیق و باد. فرهنگ زبان تاجیکی جلد اول صفحه 414. زبان شاهنامه مثل گنجینه پربها برای رشد من بعدی زبان نظم و نثر بدیعی خدمت کرده است. صدرالدین عینی یازیدن و یازاندن را به چنین معناها کار فرموده است. اما چشم تیزبین زاغ-مانند قاریش‌گنبه آن چیز خوردنی را دیده به آنجا نشسته است که فوراً به یک پهلو یازیده و دست خود را به پس چوت یازانده در خوردن آن چیزی پنهان کرده شده به صاحب دکان شریک شد. غلامان و یتیمان هم بر روی ریگ که بعد از مهنت سخت روزانه چون بستر پر نرم و راحتگاه می نمود یازیده بودند. استاد عینی کلمه راحتگاه را کار فرمودند که خیلی کلمه زیباست و آن را هم در گفتار هم در نوشتار امروزه استفاده کردن ممکن است. یا در جای دیگر پدر گر شناسد که تو زین نشان، شدستی سرافراز گردن کشان. در آخر فعل استفاده شده آواز او که در شاهنامه به نظر می رسد. به 30 روز گیتی پیمایدا، به 30 روز گیتی بپیمایدا. در اشعار قدیمترین شاعری تاجیک و فارس معمول بوده است. از جمله در بیت بازمانده ابوحفص سغدی آمده است: آهوی کوهی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار بی یار چگونه بودا. این طرز بیان امروز در گویش ناحیه اشت تاجیکستان رایج است، نوشته است مؤلف مقاله. در بیت ابوحفص سغدی این عنصر شکل سازی مرفلاگی در آخر فعلهای دود و بود آمده است. به مثل جمله سوالی لهجه اشت: به یاردم
یا یاردمت به پیش از یگان کس رود، اما پیش از فعلهای دود و بود جانشینی سوالی چگونه آمده است؟ مطابق قاعده پرسش در زبان تاجیکی سوال تنها با آهنگ یا انتوناسی پرسش یا یکی از حصه‌چه های آهنگ سوالی افاده می گردد. به اندیشه ما در جمله سوالی بالا عنصر شکلی او کوتاه شده حصه‌چه سوالی او یا است که به مثل حصه‌چه می با آخری فعل وصل شده است. به یاردن به پیش یگان کس رود آیا. در این بابت هم لهجه اشت به طرز کاربرد این مفهوم به زبان شاهنامه مطابقت می کند. در آخر باید خاطر نشان کرد که حصه‌چه سوالی او نه تنها در لهجه اشت بلکه در همه زبانهای پامری از جمله در شانه هم وجود دارد. تفاوت در طرز تلفظ است که در لهجه اشت کشیده دار، دیدی و رفتی و تلفظ شده زده به صداناک هجای آخرین کلمه به آ می افتد، ولی در زبان شاهنی کوتاه و زده در صداناک هجای اول صداناک ای می آید. دیدیو دیدیو رفتیو. چنانکه از این چند دلیل های از شاهنامه آورده شده عیان می گردد زبان شاهنامه واقعا به زبان زنده امروزه ما و به زبان ادبی امروزه ما خیلی نزدیک بوده است. این هم از آن شهادت می دهد که در زبان تاجیکی بسیار عنصرهای قدیمه از جمله با مشهور یا مجهول یا همه گونه عنصرهای زبان نگه داشته شده اند. بنابراین شاهنامه بر یک گنج سخن است که برای غنی گرداندن هم سخن هم ایجاد اثر بدیعی به ما کمک خواهد کرد. با همین صحبت امروزی ما در این موضوع انجام میپذیرد. سلامت باشید دوستان جوان من.